داستان تاریخ. قسمت دوم، زندگی کوچ‌نشینی و روستانشینی انسان. کجاست؟ پس کجاست؟ کجا گذاشتمش؟ حواسپرسی چقدر بده. خب برو به راست نردبون، برو به راست. ایست! اصلا نمیدونم کجا گذاشتمش. این که نیست اونم که نیست. خب حرکت کن، سریع‌تر برو جلوتر ببینم. ایست! خدایا این روزا چقدر حواسم پرت شده. کجا گذاشتمش این کتابو؟ داره دیر میشه. آهان اونجاست، خودشه، همون کتاب زرد است. بالاخره یه روز باید همت کنم و این نردبون یه کمی بلندتر کنم، فقط یه قفسه بلندتر. چند ساله دارم این وضع رو تحمل میکنم. حالا میگیرمش، خودشه. بیا پایین، بیا کتاب عزیزم، بیا. گرفتمش. کمک، نجاتم برسید، دارم میفتم، نجاتم بدین، نجاتم بدین. نردبون حرف نشنو، زود منو بجا پایین. آتیش به جون گرفته، من با تو نیستم. این نردبون میخواد منو بکشه. کمک، کمک. آینه وای وای. هنوز زندم. زندگی چه خوب و شیرینه. سلام دوستان من. لابا شما هم دیدین که داشت چه اتفاقی میافتاد، نه؟ خب جسارت اولین شرط تحقیقات علمیه. با من بیاین. این کتابا انبوه معارف بشری هستن، یعنی همه چیزهایی که انسان درباره خودش و زندگی اطرافش میدونه. ما در مرکز دماوند درباره سرچشمه ها صحبت میکنیم، درباره آغاز و وسیله‌ای که میتونه آغاز و پایان هر چیزو به ما نشون بده. دستگاه نمایش تاریخ که میتونه با سرعت خارق‌العاده‌ای ما را به گذشته‌های دور ببره، که البته از اختراعات بنده است. مبحث امروز ما مربوط به آغاز تمدنه، به زندگی کوچ‌نشینی و روستانشینی بشر. بسیار خوب، پیش به سوی هزاران سال پیش دستگاه عزیز. خوب توجه کنید، پیش به سوی گذشته ها. هزاران سال از آغاز زندگی انسان بر روی زمین می‌گذرد. اگرچه نمی‌توان درباره زمان شروع زندگی جمعی انسان به طور کاملا دقیقی صحبت کرد، اما می‌دانیم که حدود 10,000 سال پیش از شهرهای امروزی خبری نبود و انسان‌ها در دشت‌ها و کوه‌ها به سر می‌بردند. انسان نیز مانند بسیاری از موجودات دیگر غذای خود را بیشتر از طریق شکار به دست می‌آورد و برای این کار
به ابزارها نیاز داشت. در این دوران انسان هنوز آتش را نشناخته بود و خامخواری می‌کرد و البته به خلاقیت هنری نیز می‌پرداخت. و همینطور ابداع ابزارهایی از قطعات سنگ و استخوان. امروزه بقایای زیادی از دوران ابزارسازی انسان به دست آمده است. در این دوران انسان هنوز از وجود نعمت آتش بی اطلاع بود و به همین دلیل نیز برای نداشتن آن افسوس نمی‌برد. تا اینکه لطف خداوند شامل حالش شد و آتش را شناخت. و سرانجام گرما و انرژی آن را حس کرد. و البته خطرات و بالاخره نحوه خاموش کردن آتش را. اما این هوش خدادادی انسان بود که او را به سوی ایجاد و استفاده آگاهانه از آتش راهنمون شد و این جرقه‌ای برای پیشرفت‌های بعدی او گردید. اتفاق مهم دیگر رام کردن حیوانات و آغاز دامداری بود. و به این ترتیب دوستی میان انسان و حیوان آغاز گردید. از آن به بعد انسان با نگهداری از دامها و پرورش آنها می توانست همیشه غذای کافی در دسترس داشته باشد و این آغاز دامداری بشر بود. اما شروع دامداری با خود مشکلات جدیدی را نیز برای انسان به همراه داشت. دامها به تغذیه از گیاهان نیاز داشتند و با تغییر فصل‌ها و کاهش گیاهان انسان‌ها مجبور شدند برای زنده ماندن دام‌هایشان مکان زندگی خود را عوض کنند و متناسب با وضع آب و هوا تغییر مکان دهند. این نحوه زندگی کوچ‌نشینی نامیده می شود. اساس زندگی کوچ‌نشینی بر پایه نقل مکان بر حسب تغییر فصل‌ها و دمای هوا بود. کوچ‌نشینان مناطق مرتفع در فصل‌های سرد در دامنه کوه‌ها و در فصل‌های گرم در نواحی مرتفع به سر می‌بردند. کوچ‌نشینانی که در دشت‌های قاره آسیا زندگی می‌کردند، در فصل‌های سرد در دشت‌های جنوبی و در فصل‌های گرم در دشت‌های شمالی به سر می‌بردند. کار اصلی کوچ‌نشینان دامداری بود. آنها حیواناتی مانند شتر، گاو، گوسفند، بز و اسب را پرورش می‌دادند و از آنها برای سواری، تهیه لباس، خوراک و بارکشی استفاده می‌کردند. مسکن کوچ‌نشینان در ابتدا از شاخ و برگ درختان و پوست حیوانات ساخته می‌شد، اما بعدها موفق به ساخت چادر شدند. آنها چادر را از پشم و موی حیوانات می‌بافتند. چادر منزلی بود که به آسانی قابل حمل بود. چادر برپا شد، سریع و راحت.
بله عزیزان، چادر مکان راحت و خوبی برای زندگی. البته دیگه لازم نیست دنبال شاخه درختان و چوب باشی. تازه خیلی هم سبکتره. آره همینطوره دیگه، راحت شدیم، قصه نخوریم. کوچ‌نشینان به دسته‌های بزرگ که قبیله نامیده میشد تقسیم می‌گردیدند. قبایل معمولاً دشمنانی هم داشتند. پیرترین عضو قبیله رئیس قبیله بود. او مردان قبیله را برای اتحاد و همکاری و دفاع از قبیله هدایت میکرد. خب تعریف کن ببینم چی شده. من تنها زیر درخت نشسته بودم و داشتم نیلبک میزدم که یه دفعه صدای فریاد و نعره شنیدم. اونا به من حمله کردن. یکی از مهمترین دلایل جنگ‌های قبیله‌ای جنگ بر سر چراگاه‌ها بود. اونا میگن چراگاه مال اوناست. این متجاوزین وحشی رو سر جاشون میچونیم. میجنگی البته گاهی نیز قبایل متخاصم در برابر دشمنی مشترک با یکدیگر متحد می‌شدند. خوشبختانه از نظر زمان از ما خیلی دور هستن. خب دوستان من، حتما متوجه شدین که زندگی انسانهایی که مجبور بودن دائما در حال کوچ و جابجایی باشن چندان هم آسان نبوده. اما بالاخره اونا هم از این وضع خسته شدن و تصمیم گرفتن دیگه از جایی به جای دیگه کوچ نکنن و جاهای خوش آب و هوایی رو پیدا کنن و مستقر بشن، یعنی در یک جا ساکن بشن. خب بذاریم ببینم باید چقدر جلو بیافتیم تا برسیم به زندگی یک جانشینی بشر. 120 پیداش کردم، با هم ببینیم. خوب توجه کنید، نگاه کنید. این همان سرزمینی است که در انتظار یافتنش بودیم. به زودی این سرزمین از آن همه ما خواهد بود. ما تمام این سرزمین را از آن خود می سازیم. کوچ‌نشینان در کنار آبهای دائمی سکونت کردند، اما هزاران سال طول کشید تا دریافتند که چگونه با یک جانشینی به زندگی خود ادامه دهند. به این صورت انسان‌ها دیگر با تغییر فصول تغییر مکان نمی‌دادند، چرا که یاد گرفتند چگونه با ساختن خانه‌هایی از سنگ و چوب می‌توانند خود و دام‌هایشان را از سرما و گرما محافظت کنند و چگونه می‌توانند علوفه دام‌هایشان را در طول سال ذخیره نمایند. خدای من، خدایا شکر. چیزی که بیش از همه زندگی یک جانشینی را رونق بخشید شروع کشاورزی بود. اینا دیگه چیه؟ ما میتونیم گیاهان رو هم مثل جانوران به خدمت خودمون در بیاریم. آب بریز جوان. روستانشینان برای آنکه بتوانند با آسایش زندگی کنند، داناترین فرد را که معمولاً شخص سالخورده‌ای بود به عنوان رئیس انتخاب می‌کردند و او را ریش سفید می‌نامیدند.
بدش به من. نه مال خودمه، گفتم که مال خودمه. من اونو پیدا من اول کردم. اونو پیداش کردم. نه خیر، من خودم از درخت کندمش. مال منه. گفتم بدش به من، اون مال منه. میگم ولش کن، مال منه. من خودم پیداش کردم. مال منه. نه مال منه. وظیفه اصلی رئیس سفید داوری میان مردم بود، زیرا گاهی اختلافاتی میان روستاییان بروز میکرد. هرچقدر داوری رئیس سفید عادلانه تر بود، احترام مردم نسبت به او بیشتر میشد. شروع کشاورزی زندگی انسان را بهبود بخشید. آنها در ابتدا خود و سپس با کمک دامها زمین را شخم می‌زدند و با جویبارهای منشعب شده از رود آن را آبیاری می‌کردند. تحول مهم دیگر کشف فلزات و فراگیری نحوه ابزارسازی با کمک آن بود. و اختراع چرخ موجب سرعت گرفتن روند پیشرفت‌های بشر گردید. از آنجا که لازمه کشاورزی دقت در زمان تغییر فصلها بود، توجه دقیق‌تر انسان را به واحد زمان طلب می‌کرد و سرانجام با تقسیم سال به فصلها راه برای اختراع تقویم گشوده شد. به تدریج روستاها بزرگتر شدند و نخستین شهرها در کنار رودها پدیدار گشتند. خب دیدین که با گسترش زندگی روستایی پایه‌های پیدایش شهرها و تمدن‌های قدیمی گذاشته شد، چون خیلی از شهرها با گسترش همین روستاها پدیدار شدن. اینم کتاب تمدن‌های اولیه، خوب نگاش کنین، قرمز رنگه. میذارمش اینجا تا دفعه بعد وقتمون تلف نشه. جانمی جان، وقتی نهاره، نهار مرکز دماوند معرکه است. خداحافظ تا بعد. وای خدای من، بازم یادم رفت برقو خاموش کنم. آهان